سلام و خوش آمدید به یک سفر ویژه به شمال افغانستان. امروز با ما همراه باشید تا شما را با یکی از مناطق کمتر شناخته شده ولی زیبا و تاریخی افغانستان آشنا کنیم. جایی به نام شبوکن انگشت شاه در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل. سرپل یکی از ولایت‌های کوهستانی و باستانی کشور است که در قلب شمال افغانستان جای دارد. مردمان این ولایت با فرهنگ، مهمان نواز و سخت کوشند. سانچارک یکی از ولسوالی‌های قدیمی و سرسبز سرپل است که طبیعتی دلانگیز، کوه‌های بلند، دشت‌های حاصلخیز و تاریخ پرباری دارد. مردم این ولسوالی بیشتر به کشاورزی، مالداری و صنایع دستی سنتی مشغولند. و حالا میرسیم به قریه شبوکن، مشهور به انگشت شاه. این قریه با آنکه کوچک است، اما داستان‌ها و افسانه‌های زیادی را در دل خود پنهان کرده است. مردم این قریه زندگی ساده و صمیمی دارند و کوچه باغ‌های آن یادآور روزگاران آرام و طبیعت شمال کشور است. انگشت شاه نامی است که با افسانه‌ها گره خورده. برخی میگویند این نام از یک روایت تاریخی یا مذهبی گرفته شده که هنوز هم در میان بزرگان و ریش سفیدان قریه نقل می شود. این موضوع ما را بر آن داشت که از نزدیک دیدن کنیم و بیشتر بدانیم. ما امروز از این منطقه دیدن می کنیم. با مردم محلی گفتگو خواهیم داشت. زندگی روزمرهشان را می بینیم و زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی آن را با شما شریک می سازیم. پس با ما همراه باشید در این سفر واقعی و داستان محور به قلب افغانستان اصیل. تاریخ این سرزمین پر است از روایت‌هایی که در لابلای سنگ‌ها، کوه‌ها و باورهای مردم نهفته‌اند. انگشت شاه که در قلب ولسوالی سانچارک و قریه شبوکن جای گرفته، امروز دیگر تنها یک پدیده طبیعی یا اثر تاریخی نیست، بلکه به پناهگاه خاطره‌ها و لحظه‌های خوش مردم شمال افغانستان بدل شده است. هر هفته خانواده‌ها، جوانان و مسافران بسیاری راهی این مکان می‌شوند تا در پناه سایه سنگ‌ها زیر نغمه دلنواز آب دمی بیاسایند و از شلوغی زندگی فاصله بگیرند. صدای آرام آب و هوای پاک کوهستان آن را به یکی از محبوب‌ترین مکان‌های تفریحی و زیارتی منطقه تبدیل کرده است. در اینجا طبیعت، افسانه و زندگی روزمره در هم تنیدند. انگار زمان در برابر این کوه سکوت می‌کند و انسان دوباره به ریشه‌های خود باز می‌گردد. برای برخی انگشت شاه مکانی است برای دعا و حاجت، برای برخی دیگر جایگاه آرامش و خلوت و برای همه نشانه‌ای از هویت و پیوند با گذشته‌ای پر از روایت و راز. در دل کوههای خاموش سانچارک کوهی سنگی قرار دارد که درونش دو غار بزرگ نفس می‌کشند و از دل آنها آب زلال و همیشه جاری بیرون می‌آید. این پدیده سنگی که به سبب شباهت خیره کننده‌اش به انگشت دست انسان چنین نام گرفته، تنها یک توده سنگ یا کوه نیست، بلکه تلفیقی است از طبیعت، باور، افسانه و ایمان. در ذهن و زبان مردم محل انگشت شاه جایگاهی مقدس دارد. موقعیت جغرافیایی انگشت شاه در ارتفاعات سانچارک چشماندازی بکر و نفسگیر پیش روی بازدید کننده می گشاید. نسیم خنک کوهستان، بوی خاک باران خورده و سکوت رازآلود فضا این مکان را به محیطی روحانی، آرام و شبیه به معبدی طبیعی بدل کردند. جایی که طبیعت و روح انسان در سکوتی آمیخته با احترام و هیبت با یکدیگر سخن میگویند. با وجود بی‌توجهی نهادهای فرهنگی و فقدان امکانات گردشگری، انگشت شاه همچنان مقصد کسانی است که با دلهای آکنده از ایمان و اشتیاق به سراغ افسانه‌ها و نشانه‌های کهن میآیند. محلی برای دعا، نذر، نیایش و تفریح، جایی که گذشته و حال در آرامش کوه با هم دست می‌دهند. این نشانه ای است از عظمت و قدرت خداوند که در خلقت طبیعت پیشه کرده است. محلی ها این مکان را انگشت شاه می نامند، نامی سرشار از راز، ایمان و گذشته دور. این مستند سفری است به عمق آفرینش، ایمان و طبیعت، جایی که سنگ، آب و قدرت الهی به هم پیوند خوردند. انگشت شاه یکی از آن مکانهایی است که ریشه در گذشته‌ای ناشناخته دارد، گذشته‌ای که آمیخته با افسانه و واقعیت است. بزرگان محل میگویند این منطقه از صدها سال پیش جایگاه ویژه‌ای در دل مردم داشته است. برخی معتقدند
اینجا محل نیایش و عبادت شاهی بوده که برای نجات قومش دست به دعا برداشت و اثر انگشتش بر صخره‌ای جاودانه شد. گروهی دیگر این مکان را نمادی از عدالت و قضاوت خداوند می‌دانند، جایی که پادشاهی با ایمان حکم خود را بر سنگ می‌نگاشت تا هیچ کس آن را فراموش نکند. اطلاعات مکتوب چندانی درباره انگشت شاه وجود ندارد، اما این مکان از دیرباز در حافظه مردم زنده بوده است. روایت‌ها از پدران به پسران و از مادران به دختران منتقل شده‌اند و همه حکایت از مقدس و رازآلود بودن این کوه سنگی برای مردم دارد. برای مردم سانچارک انگشت شاه تنها یک سنگ نیست، بلکه بخشی از هویت و ایمان آنهاست. یکی از داستان‌های مشهور میان مردم چنین است: روزی پادشاهی عادل هنگام عبور از این منطقه برای رهایی مردم از خشکسالی و بلا دستانش را به سوی آسمان بلند کرد. گفته می شود یکی از انگشتانش به سنگ برخورد و اثر آن برای همیشه باقی ماند تا نسل‌ها بدانند دعا و ایمان جاودانه است. در باورهای دیگر این مکان محل قسم خوردن و حل و فصل دعاوی بوده است. مردم برای اثبات راستی دست بر این سنگ می‌گذاشتند و قسم می‌خوردند. نسل‌های گذشته با احترام از کنار آن عبور می‌کردند و بعضی حتی خاک آن را دارویی برای دردهای خود می‌دانستند. در گفتگو با بزرگان سانچارک یکی از آنها چنین گفت: این سنگ را از پدرم شناختم و او هم آن را از پدر بزرگش شنیده بود. همیشه میگفت این سنگ خاموش است، اما حرفای زیادی برای گفتن دارد. مردم محل با افتخار از این اثر یاد میکنند و آرزو دارند این منطقه نه تنها برای خودشان بلکه برای تمام افغانستان و حتی جهان شناخته شود. انگشت شاه نه یک تکه سنگ بلکه تندیس طبیعی است از صخره عظیم که گویی دستی پنهان آن را از اعماق زمین بیرون کشیده است. در دل این کوه دو غار بزرگ قرار دارند که از هر دو آب زلال و دائمی جریان دارد، آبی که در تمام فصول می جوشد و به زندگی در اطراف خود معنا می بخشد. مردمان محلی باور دارند در روزهای بارانی پژواک خروش آب از غارها چون ندای ارواح کهن در کوه می پیچد و رهگذران را به تأمل و احترام وامی دارد. افسانه هایی از کاروان هایی که روزگاری در این مکان توقف می کردند، نیایشگاه هایی که در نزدیکی آن ساخت. انگشت شاه ترکیبی است از سادگی و عظمت، از واقعیت و خیال. این اثر طبیعی نه تنها جلوه‌ای است از قدرت طبیعت، بلکه آینه‌ای از باورهای مردمانی است که در سایه آن زیستند و روایت‌های خود را در دل سنگ جاودانه کردند. مردم محل این دو غار را انگشتان شاه می‌نامند، نمادهایی از قدرت، قداست و پیوندی ناشناخته با آسمان. شکل قرارگیری این غارها، جریان پیوسته آب و صدای مرموزی که از عمق سنگ برمیخیزد، همگی دست به دست دادند تا این مکان را به یکی از اسرارآمیزترین پدیده‌های طبیعی باورمحور شمال افغانستان بدل سازند. آنچه این محل را شگفت‌انگیزتر می‌سازد، نه فقط افسانه‌های پراکنده، سادگی و عظمت این اثر در کنار هم ذهن هر بیننده‌ای را به تفکر وامی دارد. این اثر می‌تواند به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی، طبیعی و معنوی ولایت سرپل شناخته شود و در فهرست میراث‌های ملی و جاذبه‌های تاریخی کشور ثبت گردد تا نسل‌های آینده نیز در دل کوه‌های سانچارک با انگشت شاه دیدار کنند و رمز و راز آن را در تاریخ و افسانه‌ها بجویند. رابطی دیرینه میان پیران محل زمزمه می‌شود. میگویند روزگاری پادشاهی پاکدل و دعاگو در میان خشکسالی و رنج مردم دستانش را به آسمان بلند کرد و با سوز دل دعا نمود. آسمان ساکت بود اما زمین شنید و همانجا در میان سنگ‌های سخت و سینه کوه دو چشمه جوشید. دو غار گشودند لب و آب زلال چون اشک استجابت جاری شد. از آن روز تا امروز مردم این ناحیه با چشمانی پر از احترام از کنار این کوه عبور می‌کنند. بعضی برای شفا، بعضی برای گشایش گره‌های زندگیشان قطره‌ای از این آب را در کوزه می‌ریزند و با خود به خانه می‌برند. گفته می‌شود اگر دلت پاک باشد، آب این چشمه تو را آرام می‌کند و اگر نیتت راست باشد، سنگ هم دعایت را می‌شنود. گاهی در شب‌های مه آلود صدایی مرموز از دل غارها برمیخیزد، صدایی که پیران محل آن را زمزمه همان شاه می‌دانند که هنوز در سکوت سنگ دعای مردم را به آسمان می‌فرستد. بر فراز تپه‌های اطراف رد پای کاروان‌های کهن، سایه زائران قدیمی
و نشانه‌هایی از ایستادن و نیایش دیده می‌شود. گویی این کوه نه فقط یک پدیده طبیعی بلکه نیایشگاهی ازلی است، جایی میان زمین و آسمان، میان دعا. دره شبوکن این دره زیبا و سرسبز در دل کوههای سانچارک واقع شده و از جاذبه‌های اصلی تفریحی منطقه است. مردم محلی میگویند این دره یادگاری است از مادر طبیعت که برای محافظت از فرزندانش این جای دنج را آفریده است. شبوکن با باغ‌های وحشی، چشمه‌های زلال و درختان بلندش فضای آرام و روح‌نواز دارد که هر بازدید کننده‌ای را مجذوب خود می‌کند. پستان بیبی در دل کوههای سر به فلک کشیده و درون دره انگشت شاه صخره‌ای بزرگ و خاص به چشم می‌خورد که شکل شبیه پستان مادر است و به همین دلیل مردم محل آن را پستان بیبی می‌نامند. آب از دل این صخره همچون شیر سفید و زلال جاری است، منظره‌ای که زندگی و تراوت را به طبیعت می‌بخشد. افسانه‌ای قدیمی در میان مردم روایت می‌شود که روزگاری زنی مهربان و شفادهنده به نام بیبی در این منطقه زندگی می‌کرد. زنی که با دعای خود زمین را برکت می‌بخشید و رحمت الهی را نازل می‌کرد. پستان بیبی نمادی از مهربانی، رحمت و مادرانگی است و زنان محلی برای حاجت و طلب سلامتی به این مکان مقدس می‌آیند و دست بر سنگ‌های آن می‌گذارند. باوری که نسل به نسل منتقل شده است. حوض بیبی در میان صخره‌های بلند و کوهستانی جایی دیگر وجود دارد که مردم محل آن را حوض بیبی می‌نامند. این حوضچه طبیعی چشمه زلال و جاری است که همیشه از دل کوه می‌تراود و در نزدیکی صخره پستان بیبی قرار دارد. مردم برای تفریح، آببازی و فرار از گرمای روزهای تابستان به این مکان می‌آیند و از خنکی آب زلالش لذت می‌برند. بر اساس باورهای محلی این چشمه از اشک‌های بیبی شکل گرفته است. بیبی زنی مهربان که برای شفا و آرامش دل مردم دعا می‌کرد. آب حوض بیبی خواص شفابخش دارد و بسیاری از بازدید کنندگان برای درمان بیماری‌ها و رفع مشکلات زندگی قطره‌ای از آن را می‌نوشند و دست بر آن می‌گذارند. کوپان شتر در بلندای کوههای دره انگشت شاه صخره عظیم و با شکوه به چشم می‌خورد که شکلی بسیار شبیه به کوپان گله شتر دارد و به همین دلیل به نام کوپان شتر شناخته می‌شود. این پدیده طبیعی نه حاصل دست انسان بلکه تجلی قدرت و عظمت خداوند در آفرینش زمین است. آب زلالی که از بالای این کوه جاری است همچون جریان زندگی نشان از رحمت بیپایان الهی دارد که طبیعت را زنده نگه می‌دارد. مردم محلی این کوه را نمادی از قدرت لایزال طبیعت و خلقت می‌دانند، نشانه‌ای از حضور خداوند در دل این سرزمین خشک و کوهستانی که همچون کوپان شتر در دل کوه شکل گرفته است. این مکان یادآور عظمت طبیعت و حضور نیروهایی است که فراتر از درک انسانند، نیروهایی که زندگی، آب و برکت را در دل زمین جاری می‌کنند. کوپان شتر نه فقط یک صخره یا پدیده طبیعی بلکه نمادی است از قدرت بیکران خداوند و رازهایی که هنوز در دل کوههای سانچارک نهفته‌اند.